خیلی از اوقات اختلالات کف پا باعث چرخش ساق، چرخش ران میشه و در نتیجه بالانسی رو که در صفحات مفصل زانو وجود داره به هم میزنه. وقتی که صفحات یعنی استخوان ران و استخوان ساق، مفصل زانو در اونجا دچار اختلال در صفحات مفصل میشه، فشار در یه طرف زیاد میشه و در نتیجه فرد در اون طرف دچار اختلالات دژنراتیو یا فرسایشی یا به عبارتی آرتروز میشه. آرتروز به ذاته درمان شدنش کار ساده ای نیست، ولی فرد میتونه یک، با اصلاح اختلالات کف پا فشار رو اونجا تنظیم کنه و دو، متخصصین در کلینیک نسخه میتونن با تزریق اوزون و یا تزریق داروهای دیگه و یا کلا دارو درمانی و یا روش‌های دیگه فرد رو از درد رها کنن.